سلام به کسایی که در آلمان هستند. من خواستم برای سهولت بیشتر هرچی شما مهاجرینی که از افغانستان و یا از ایران داخل آلمان شدن تازه آمدن و برای سهولت زندگیشان بعضی چیزها را نشان میدم که چطور میتونن خرید بسیار ارزان از اینترنت کنن. من تصویر خود قطع میکنم بر شما نشان میدم که کجا برین. شما میتونین که این اپلیکیشن دانلود کنین. نامش هست کلاین ای پی انسایگی. این پلوی ازی که از طرف بالا دست راست و طرف پایین که بیایم اپ چهارم. حالا بازش میکنیم. اینجا در اوایل باید شما یک اکانت به نام خود بسازین و یا یک ایمیل باید داشته باشین که چطور بتونین داخل از این شوین. ایمیل میتونه که پسان بر شما کمک کنه که چطور به همراه با مشتریایی که شما از چیز را میخرین یا شما مشتری کسی که میشین چطور بتونین تماس بگیرین. از طرف پایین نشانه ضربین که هست اینجا زوخ نوشته از بالمانی، یعنی شما میتونین اشیا و اجناس را بپالین. حالا دیگه جای میریم پس طرف همون میریم زوخه. بالا دست راست مثلا من میخوایم که موقعیت خانی خواهد بود. دایفون شما باید موقعیتش باز باشه که بتونه که موقعیت شما رو پیدا کنه. این سر موقعیت خود تپ میکنیم، مثلا کیلومترش میریم تا 5 کیلومتر. اوکی. بعد از او باز در فیلتر میریم دست راست بالا. اینجا خانه سیوم یا ردیف سیوم کاتگوری است. میگه چی میخوای انتخاب. من میخوایم چیزهایی که در 4 طرف خانیم است برای از اینکه توفه باشه در قطار پایینی. حالا باز سیوم پایین آخریش اوکی میکنیم و دست راست بالا را میگیم فرتیک یا که فرتیک با آلمانی یعنی که با انگلیسی یعنی دن. ختم شد. اوکی میکنیم. اینجا میبینیم که مثلا اینجا یک آشپزخانه بر از میز کامپیوتر است، غذا بر اطفال است، کتاب است، همه چیزا، الماری، چوکی، بعضی حیوانات خانگی مثلا می باشه. هر شی و اجناسی که شما ضرورت دارین میتونین کیلومترش فاصلهش زیاد بزنین و اشیا و اجناس پیدا کنین. به طور مثال من توفه نمیخوایم، میرم پس بعد از اینکه اولی آرتس یعنی محل بودواش دومی کتگوری داخل میشم. من میخوایم یک موتر مثلا پیدا کنم. در اولی میرم باز در موتر پاییناش مربوط به بخشای مختلف است که پس با لغت آلمانی آشنا شوین و داخل شوین و ببینین که چیه. داخل قطار اول میرم، اوتو. داخل از این میشم، میگم که موتر چه مشخصات مثلا داشته باشه. یعنی با اینا میتونیم مشکل انتخاب کنیم. قطار اول مثلا مارکش چی باشه، کیلومترش چقدر باشه، سالش، چه رقم تیل بخوره، کرافت اشتوف آرت مثلا. اینجا داخلش میگم دیزل انتخاب کردیم. اوکی. موترهایی که نزدیک خانیم است اولیش مثلا انتخاب میکنم فورد. داخلش میشم میبینم که این موترم یار مونده شده اینترنت. ایره میخوانم چی مشخصات داره. در اول نشته از فورد پایینی خط اول بالا در عنوانش نشته است که موتور شده، یعنی موتر ازی خراب است. کوشش کنین کالمانی از این طریق یاد بگیرین و بعض اجناس را ضرورت دارین بگیرین. حالا مثلا من این خوش اومد این موتر چی میکنم. این موتر در بالا دست راست یک ستاره است، ایره بشیره میدم. این پایین میره در جایی که من چیزایی انتخاب کردم. ماینز داخل از او کلیک میکنم. از طرف دست چپ دومی اینجا وقت این موتر ذخیره شده. میبینیم من حالی برای این میخوایم یک خط روان کنم. دست چپ طرف بالا پاکت خط است، داخلش میشم. مثلا این نمبر هم تو اشتباهی میشه ببتیم. برای این نوشته میکنم که مثلا من میخوایم که ایش مشتمل ده
liste. Preis. Wissen.